رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظیم. برادران عزیز و روزداران محترم، خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنانچه مستحضرید، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن عظیم الشان، ماه رحمت، ماهی است که در حقیقت بهار قرآن نامیده می شود. پس چه خوب است که در شبانه روز ماه مبارک رمضان بیشتر از آنچه که در سابق قرآن عظیم الشان تلاوت می شده است تلاوت گردد. و تلاوت قرآن عظیم الشان همانطوری که یکی از حکمتهای بعثت پیغمبر علیه السلام ذکر گردیده است، خود پیغمبر علیه السلام هم نسبت به قرائت قرآن عظیم الشان مژده‌های بس عظیمی به امت خود داده است که از آن جمله حدیث مبارک هست که پیغمبر علیه السلام در آن حدیث فرموده است: من قرأ من القرآن شیئا فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. هر کسی که از قرآن عظیم الشان یک حرف را هم بخواند، برای او حسنه و ثواب نوشته میشه که این ثواب 10 برابر میگرده. لا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم یک حرف شمرده نمیشه، بلکه الف حرف و لام حرف و میم حرف. هر کدام از حروفی که از زبان شما در هنگام تلاوت قرآن عظیم الشان بیرون بشه و جاری بشه، خداوند تبارک و تعالی در بدل آن حسنه برای ما و شما عطا میگردانه. علاوه بر این که در حدیث مبارک دیگه پیغمبر علیه السلام مذکوره که و من تلاها، کسی که یک آیه تلاوت بکنه از قرآن عظیم الشان، کانت له نور یوم القیامه، برای او در روز قیامت نوری می باشه. پس اگر می خواهید که حروفی که از زبان شما بیرون میشه، اگر می خواهید که در روز قیامت صاحب نور باشید، اگر می خواهید که طبق فرموده پیغمبر علیه السلام در مجلسی که شما نشسته هستید سکینه و وقار و آرامش قلبی بیاید، اگر می خواهید که رحمتهای خداوند تبارک و تعالی در محلی که نشسته هستید و در آنجا اقامت دارید برای چند دقیقه هم رحمت خدا بر شما فرود بیاید، و همچنین اگر می خواهید که تاج بس بزرگ بر سر پدر و مادر هر کدام از ما و شما گذاشته بشه و ثوابهای بزرگ و عظیم به هر کدام از ما و شما داده بشه، قرائت قرآن عظیم الشان را فراموش نکنیم و هر آیه و هر سوره را که میتونیم خصوصا در این ماه مبارک رمضان به قرائت او بپردازیم.
اما نکته مهمتری است که بایی که قرائت قرآن عظیم و شان هر آیه و حرفش ثواب بس بزرگ دارد، مقصود بزرگ از نزول قرآن عظیم و شان و همچنین از فرو فرستاده شدن قرآن عظیم و شان عمل به قرآن عظیم و شان می باشه، طوری که در احادیث مبارک مذکور هست که من قرأ القرآن و عمل به، کسی که قرآن عظیم و شان بخواند و به آن عمل نماید، بر سر والدین او تاج کرامت در روز قیامت گذاشته می شود که ضوء و نورانیت آن بیشتر از ضوء و نورانیت و درخشش خورشید در خانه یکی از شماها در دنیا می باشد. بلکه در احادیث مبارک پیغمبر علیه السلام آمده است که و من جعله امامه قاده الی الجنه، کسی که قرآن را پیش روی خود قرار دهد، عمل او، رفتار او، کردار او، گفتار او، حالات قلبی، ظاهری و باطنی او با قرآن باشد، خداوند تبارک و تعالی به برکت قرآن عظیم و شان و به شفاعت قرآن عظیم و شان او را به جنت داخل می کند. و چی خوب است که در اخیر حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام مضمون او را بگیم که پیغمبر می فرماید در روز قیامت این دو لازم و ملزوم، یعنی قرآن عظیم و شان و روزه ماه مبارک رمضان، هر دو شفاعتگر کسی می باشه که این دو را انجام داده باشه، یعنی هم قرآن بخوانه و هم روزه ماه مبارک رمضان بگیره، که روزه ماه مبارک رمضان شفاعت میکنه که من این شخص را از خورد و نوش باز داشتم. قرآن عظیم و شأن میفرماید که و شفاعت میکنه که من این شخص را از استراحت و از خواب در شبها باز داشتم. ای خدایا شفاعت ما را در حق این شخص بپذیر و خداوند تبارک و تعالی نیز شفاعت روزه را، شفاعت قرآن عظیم و شأن را در حق چنین شخص قبول میکنه و او را به جنت راهنمون میگردانه. و امیدی که خداوند تبارک و تعالی همگی ما و شما را توفیق بده به که شبان روز ماه مبارک رمضان را خصوصا در قرآن خوانی، بحث و درس قرآن عظیم و شأن سپری بکنیم، تا ای که تجربه باشه با ما و شما و عادت داده باشیم نفس خود را در بقیه ماها نیز به این که با قرآن عظیم و شأن انسی داشته باشیم و تلاوتی انجام دهیم. رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما